همداران عزیز سلام علیکم. 25 ایولی سال 2025 می باشد. قرار داریم در بالای دهه هزاره جماعت دهات زیده ناحیه ورزوب در اینجا یک درخت نادری که در تاجیکستان می روید، در کوهستان ها می روید و خوردیم و این درخت میوهش چریاموخا می باشد. چریاموخا اساسا در روسیه هست، در تاجیکستان نیست. من اینجا بوداسی نبینید. آن رو چریاموخا میگن. برای چی کسلی دوا باشد، برای چی دورو تور میکرده باشد نمیدونم. من یک چینده خوریم کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من همین چریاموخا میپرتویم. یک تلخ مزه است لیکن تلخ نه، تلخ فورم. پس از تلخی شیرینی میبروید. دونه دارد. میوهش مایده هست لیکن بسیار میبندد. انا این است چریاموخا. کدوم نداند چریاموخاش چی. انا بیا اینجا بیا. انا چریاموخا بود است. به نهایت با لذت. دیگه تلخ نمیمونه. دیگه دهنتونم کدام میشتید برای که با مزه. دیدید؟ چریاموخا. من هم دیرون عزیز درباره چریاموخا یکون گپ گفتنی باشید. گپ زنید، لایک کنید. ما برای شما نوار گیریم گفته از خود دوشنبه 90 کیلومتر خسته تو این دیه ها آمدیم. باز دوستا میخزیم میریم. خیلی یک دو قاشق عسل خوردیم. در پناه خدا باشید.